به نام خدا. کتاب تمام این مدت، قسمت دوم. بنابراین نیشم را باز می کنم و برای عکس آخر جست می گیرم و وقتی راضی می شود می روم تا بعد از همه اینها کیم را پیدا کنم. دستمال پارچه‌ای مچاله را در سطل آشغالی پرت می کنم و به سمت تراس می روم. آسمان آن طرف شیشه تاریک و شوم است. پیدا کردنش برای من معمولاً طولی نمی کشد. او همیشه این انرژی را داشته است. جاذبه‌ای که دیگران را به مدار او می‌کشاند. در مدرسه برای رسیدن به او معمولاً مجبور بودم به سختی از میان انبوه جمعیت رد شوم. به همین خاطر چشمهایم را تیز می‌کنم تا پرجمعیت ترین گروه و برق آن رنگ طلایی خاصی را پیدا کنم که تمام نورهای محیط را جذب می‌کند. از وقتی که به یاد میآورم همین رنگی بوده است، هم رنگ همان موقع که کلاس سوم بودیم و در زمین بازی سر تاب به خالی دعوا کردیم. جمعیت را هل میدهم و کنار میزنم تا رد شوم. از همه طرف صدای خنده میآید و مشغول خوش و بش هستند. وقتی از کنار آقای باتلر معلم انشایم رد می شوم، دستی به پشتم می کشد و می گوید لافرتی، سال دیگه دلت برای اون مقاله های ورزشی تنگ میشه. یادآوری دیگری از تمام آن مدتی که روی نیمکت می نشستم و به جای بازی کردن از بازی ها می نوشتم. او کجاست؟ توپ بزرگ آینه‌ای بالای سرمان بارقه های نور را پخش می کند و نمی گذارد چیزها را درست ببینم. تلفنم را بیرون می آورم تا سریع پیامی بفرستم که آنجا. وزنش را کمی روی پای چپش می اندازد و موهای طلایی‌اش از پشت شانه های پهن سام یک لحظه مشخص می شود. لباس ابریشمی‌اش چسبان است. امشب فوق‌العاده شده است. موهای بلندی که روی شانه‌هایش ریخته است، چشم‌های آبی درخشان و باز، لب‌های براق و درخشان. اما نزدیکتر که میشوم میبینم چهرهش جدی است. موقع صحبت کردن چین و چروک آشنایی روی پیشانیش نقش میبندد، مثل وقتهایی که اتفاق بدی میافتد. این نگاهی است که هفته پیش در مهمانی مدرسه و امروز بعد از ظهر موقع گرفتن عکس فارغ التحصیلی دیدم. اما هر وقت میپرسم دستش را تکانی می‌دهد و چین و چروک ها همه صاف می‌شود. نگاهم را از او به سمت سام می‌برم و می‌بینم او با حالتی عصبی دستش را در موهای تیره‌اش فرو می‌برد. همان موقع با خودم می‌گویم لابد دارند درباره دانشگاه کالیفرنیا حرف می‌زنند و نفس راحتی می‌کشم. من و کیم پذیرفته شده بودیم ولی سام در لیست انتظار بود. من و سام همیشه آرزو داشتیم در دانشگاه کالیفرنیا با هم فوتبال بازی کنیم، اما به لطف من و مصدومیتم بعد از جشن شروع سال تحصیلی همه چیز تمام شد. من هر دویمان را ناامید کردم. بعد از بیرون آمدن من از بازی، سام موقعیت‌های خیلی زیادی را از دست داد و نتوانست مانع حریف شود. او هم تقریباً به اندازه من روی نیمکت ذخیره بود. وقتی تمام امیدش به فوتبال از بین رفت، نمره‌هایش به موازات فوتبالش افت شدیدی کرد. به همین خاطر کیم کمکش کرد تا چند مقاله بفرستد و توصیه نامه‌هایش را بروز کند که شاید اتفاق خاصی به نفعش رقم بخورد. با توجه به اتفاقهای چند هفته گذشته قطعاً در آنجا به او احتیاج خواهیم داشت. سام نه تنها دوستی است که با من درگیر اوضاع نابسامان سال گذشته شده، بلکه مثل چسبی است که سه نفرمان را با هم نگه می دارد. او در همه چیز منطقی است، به خصوص موقع دعوای من و کیم. وقتی اوضاع به هم می ریزد او جمع و جورمان می کند. اگر قبول شود باز هم می شود همه با هم به دانشگاه کالیفرنیا برویم، حتی اگر دیگر در زمین فوتبال نباشیم. اما از طرز نگاه کیم به نظر می رسد احتمالاً این اتفاق نیفتاده باشد. به سمتشان می روم، می پرسم چه خبره؟ چی شده؟ نگاهم را از او به سمت سام می برم و دوباره بر می گردانم. می خواهم دوباره بپرسم ولی در عوض فقط سعی می کنم فکر بی خود نکنم. همه امشب از مزخرفات قدیمی دور هستند، پس ما هم می توانیم فعلا هر چرا که هست بگذاریم برای بعد.
هرچه باشد آمدم تا با آنها جشن بگیرم. به این طرف و آن طرف نگاه میکنم و بعد دکمه‌های کتم را باز میکنم تا بطری را که جاساز کردم نشان بدهم. میگویم نظرتون چیه بریم کنار دریاچه؟ هنوز حرفم تمام نشده که رعد و برق کل آسمان را روشن میکند. شیشه پنجره از غرش طولانی رعد فقط کمی میلرزد و تصویرم در آن تکان میخورد و دوباره به من خیره میشود، اما تصویرهای سام و کیمبرلی به هم خیره است. سام به آسمان اشاره میکند و میگوید نه پسر، من نمیخوام امشب زنده سرخ شم. میگویم بی خیال. قطره‌های درشت باران با صدای بلند به پنجره میخورند. با خودت چه کار کردی سام؟ قبلا یکم هوای بد هیچ جور مانعت نمیشد. با پشت دست به شانه‌اش میزنم. اون طوفان برف بعد از بردن مسابقه استانی 2 سال پیش رو یادت میاد؟ فکر کنم تو بودی که اصرار داشتی بریم. کاملا مطمئنم هنوزم سرمای اون روز توی بدنم مونده. چیزی نمیگویند. از این سکوت پوستم یه جور ناجوری سوزن می شود. میپرسم چیه؟ سعی دارم چشمهای کیمبرلی را ببینم، اما اون نگاهش را به روبانهای رنگی بالای سرم می اندازد. فکر کنم موضوع درخواست نامه سام نیست. کنار می روم و دستم از روی کمرش می افتد. شما چی را از من مخفی می کنین؟ می گوید من. صدایش رفته رفته ضعیف می شود. سام رویش را بر می گرداند. باران آن طرف شیشه شدیدتر می بارد. دوباره می گویم به هم بگین. دستش را می گیرم. درست مثل هزاران بار که این کار را کردم. به مچ دستش نگاه می کنم و به دستبندی که در جیب کتم است فکر می کنم. به صفحه های آن دفتر خاطرات نقره‌ای کوچک که رویش من قلب تو نوشته شده است. ولی بعد می بینم که بیقرار است. درست مثل وقتهایی که می خواهد چیزی را به من بگوید که خوشم نمی آید. بالاخره صاف می ایستد و بر به چشمهایم زل می زند. خودم را آماده می کنم. رگبار نمی گذارد هیچ صدایی در اتاق به گوش برسد به جز صدای او وقتی بالاخره حقیقت را برملا می کند. قطره‌های باران با صدای بلند به سقف فلزی ایوان جلویی میکوبند و صدای کیم را میشنوم که از پشت سرم داد میزند کایل. چطور توانست از پله‌ها که پایین میروم مدام در ذهنم تکرار میشود. کیمبرلی دنبال من بیرون میدود. من زودتر قبضم را به متصدی پارکینگ دادم و توجهی به او نمی‌کنم. میگوید صبر کن کایل لطفاً و دستش را به سمتم دراز می‌کند. لحظه‌ای که انگشت‌هایش به من می‌خورد دلم می‌خواهد به او تکیه دهم، اما خودم را کنار می‌کشم. میروم زیر باران و سریع کلید ماشینم را از متصدی پارکینگ می‌گیرم. میگویم به خودت زحمت نده. متوجه شدم. دنبالم میآید و سعی می‌کند توضیحی به من بدهد که نمی‌خواهم آن را بشنوم. اگر واقعا می‌خواست توضیح بدهد باید این کار را خیلی قبل از این می‌کرد، نه اینکه روز فارغ التحصیلی من را شوکه کند. میگوید باید بهت میگفتم ولی نمیخواستم اذیت شی. سائقه دوباره آسمان را میشکافد و غرش بلند رعد قبل از اینکه حتی مجبور شوم چیزی بگویم او را ساکت میکند. میچرخم تا نگاهش کنم. لباسش کاملا خیس شده و موهایش حالا بی حالت و خیس دور صورتش آویزان است. میخندم. نمیخواستی اذیت شم؟ با کارهای دزدکی پشت سرم؟ با گفتن رازات به بهترین دوستم؟ سام بهترین دوست منم هست. کیمبرلی تو ماها توی صورتم نگاه کردی و دروغ گفتی. قفل در ماشینم را میزنم و در را چنان محکم و سریع باز میکنم که تا ته باز میشود و از شدت ضربه به جای اولش برمیگردد. فکر کن اذیت شدم. سوار ماشین میشوم و در را به هم میکوبم. برکلی، این کلمه در سرم میپیچد. هر بخشش یک زخم تازه از خیانت است. برکلی. او درخواست نامه فرستاده و حتی به من نگفته است. مقاله های تکمیلی و ریزنمرات بروز شدهش را ارسال کرده و ماه‌ها قبل قبول شده، ولی فقط آنجا نشست و تظاهر کرد. وقتی خوابگاه‌ها و کلاس‌ها را انتخاب می‌کردیم و درباره سفرهای جاده‌ای به خانه موقع تعطیلات حرف می‌زدیم، تظاهر کرد و تمام مدت می‌دانست که اصلاً به دانشگاه کالیفرنیا نمی‌آید.
به سام گفت. چرا به من نگفت؟ آماده بیرون رفتن هستم، اما قبل از اینکه دنده را عوض کنم و از پارک بیرون بیایم از در جلو سوار می شود. لحظه ای مکث می کنم. می خواهم به او بگویم پیاده شود، اما نمی توانم. باید این را حل کنیم. دستبند هنوز در جیبم است. پایم را روی پدال گاز می‌گذارم و با سرعت از پارکینگ به خیابان اصلی می‌رویم. موقع پیچیدن چرخ‌ها روی زمین خیس می‌لغزند. میگوید کایل. کمربند ایمنی‌اش را می‌بندد. سرعتت رو کم کن. برف پاک‌کن‌های جلو را روی سریع‌ترین حالت می‌گذارم، اما باز هم سرعتش برای این مقدار بارانی که روی شیشه بخار گرفته می‌بارد کافی نیست. با عقل جور در نمیاد. ما کل سال رو برنامه ریزی کردیم. تو، من، سام، برنامه های ما. دستم را دراز می کنم و روی بخار شیشه می کشم تا فضایی باز شود و بتوانم ببینم. دستم به توپ آینه‌ای ریزی می خورد که از آینه جلو آویزان است و آن را تاب می دهد. البته که با عقل جور در می آید. با عقل کیمبرلی. به تمام آن وقتهایی فکر می کنم که در آخرین لحظه تصمیمش را تغییر داد و من و سام را معطل خودش کرد. مثلا وقتی ما را در مراسم سال اول دبیرستان قال گذاشت تا با تشویق کننده های تیم ورزشی مدرسه وقت بگذراند، یا وقتی ما را وسط امتحان نهایی گروهی ول کرد و با شاگرد اول مدرسه همگروه شد. اتفاقهایی که عیناً آنها را به فراموشی می سپارم تا وقتهایی که دعوایمان می شود، مثل الان. فقط تو تصمیم می گیری به درک. من هر کاری بخوام می کنم. همیشه همین کار رو می کنی. صدای قررش رعدی می آید و بعد صاعقه در توپ درخشان نقره‌ای منعکس می شود و نورش در کل ماشین پخش می شود. کاری که من میخوام، من هیچ وقت کاری رو که میخوام نمی کنم. اگه فقط 5 ثانیه به هم گوش بدی. وقتی با سرعت خیابان خانه ام را رد می کنیم، حرفش را قطع می کند و با محو شدن خیابان سرش را می چرخاند و می گوید بریدگی رو رد کردی؟ می گویم دارم میرم دریاچه. فقط در این فکرم که اگر به آنجا برسیم می توانم این شب را نجات دهم. می توانم این را نجات دهم. وایسا، نه نمیری. دریاچه الان شده اقیانوس. همین الان دور بزن. توجهی به اون نمی کنم و میپرسم یه مدته که توی فکرشی؟ نه. یه تریلی با سرعت از کنارمان رد می شود و کلی آب روی شیشه جلوی ماشین می پاشد. فرمان را محکمتر می گیرم و سرعتم را کم می کنم تا ماشین را در مسیر نگه دارم. حتما توی فکرش بودی کیم. میتونستی خیلی راحت بگی میخوای بری دانشگاه برکلی، نه کالیفرنیا. من که دیگه بورسی فوتبال رو نگرفتم. برام مهم نیست کجا بریم تا وقتی با هم. من نمیخوام با هم باشیم. حرفش مانند سیلی به صورتم میخورد. چشمهایم را از جاده بر میدارم و به او نگاه میکنم. دختری که از کلاس سوم دوستش داشتم، الان دیگر او را نمیشناسم. قبلا بارها از هم جدا شده ایم، اما نه مثل این. دعواهای کوچک الکی که روز بعد مانند دلدرد تمام میشوند. او هرگز چنین چیزی نگفته است. منظورم اینه که حرفش را قطع می کند و نگاهش را از من برمیگرداند. چشمهایش از وحشت گشاد شده است. کایل. سرم را درست به موقع به سمت شیشه جلو برمیگردانم و روبرویمان یک جفت چراغ خطر زرد چشمک زن میبینم. ترمز میگیرم و ماشین بدون اینکه سرعت کم کند سر میخورد. ناگهان کنترل از دستم در میرود. سعی میکنم ماشین خاموشی را که درست وسط مسیر ماست رد کنم و کنترل را در دست بگیرم. محکم فرمان را میگیرم و سعی میکنم ماشین را کنار بکشم. به طرز معجزه‌آسایی درست به موقع دوباره کنترل ماشین را به دست میگیرم و از کنار ماشین پارک شده رد میشویم. ماشین را کنار جاده میبرم و با احتیاط سرعت را کم میکنم و میایستیم. نفسم بالا نمیآید. نزدیک بود. میگویم معذرت. نفس راحتی میکشم و به کیمبرلی نگاه میکنم.
رنگش پریده میلرزد. آنقدر عمیق نفس میکشد که قوس برجسته استخوان ترقوه‌اش برجسته تر میشود و بعد به حالت قبل برمیگردد. او خوب است اما ما خوب نیستیم. من نمیخوام با هم باشیم. میگویم ما داریم. کلمه ها تقلا میکنند تا از دهانم خارج شوند و به زور بیرون میآیند. ما داریم جدا میشیم. چشمهایش را به سمت من برمیگرداند و اشکهایی را میبینم که آبی عنبیه هایش را روشن میکنند. در حالت عادی اشکها را پاک میکردم و به او میگفتم همه چیز درست میشود، اما این بار من نیاز دارم که او چنین چیزی بگوید. با صدای لرزان میگوید باید به حرفام گوش کنی. سرم را تکان میدهم. تصادفی که نزدیک بود بشود عصبانیتم را از بین میبرد و چیزی حادتر را جایگزین آن میکند. ترس. دارم گوش میدم. وقتی فکرش را جمع جور میکند دندانهایم را روی هم فشار میدهم. دستم را بالا آوردم تا دستبند آویزدار را داخل ژاکتم حس کنم. درست بالای آن قلبم با صدای بلند در سینه‌ام میتپد. آخر سر میگوید من تا الان خودم رو فقط به عنوان دوست کایل میشناختم. متعجب به او خیره میشوم. این اصلا یعنی چی؟ آهی میکشد و متوجه نگاه حیرت زده من میشود. دنبال کلمه های مناسب است. وقتی شونت آسیب دید میگویم مسئله شونه لعنتی من نیست و کف دستم را به فرمان میکوبم. مسئله ما هستیم. کیمبرلی میگوید هست. او هم مثل من به هم ریخته است. هست لعنتی، تو خیلی آرزوها داشتی و میخواستی بهشون برسی. به هدف میزند. از حرفهایش جا میخورم. از دردی خیالی که ناگهان در شانه‌ام میپیچد تکانی میخورم. بازیکن نرغول خط جلو را میبینم که با سرعت درست به سمت من میآید. روی پیراهن ورزشیش شماره 9 نوشته شده است. دستهایش را دور دستی که میخواهم با آن توپ را پرتاب کنم میاندازد و من را محکم زمین میزند و بعد محکم به من میخورد. استخوان‌هایم به طرز وحشتناکی خرد و رباط‌هایم پاره می‌شوند. پرتاب‌های بردآور و بورسیه‌های دانشگاه و یک پیراهن ورزشی آبی و زرد با اسم من در پشتش، همه این چیزها درست در مشتم بود و با یک بازی از دست رفت.